ای در مرکز شهر کارمندان BDA به یگان مرتبه و آبرو و خدمتش اعتبار نداده پروای راهبر گروه رخشان عبدالرحمن را رشوه کردند. زیرا او به راهگذران پیشخواد راه نداده نقلیاتش را راند و قاعده حرکت را ویران کرد. ادامه این موضوع را همکارمان آهنگساز فیلم آرمان‌ها فرخ محمدov از جای واقعه نقل می‌کند. رعایت کردن قاعده حرکت راه برای همه حتمی است، از جمله برای حافظان نیست. چه قاعده ویران کنید؟ اکو کماندر صورتی تیز آموزده ما وقتی دیر کروسیم کنسل 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 دیر کنیم قاعده حرکت راه به سروسیمش میشد می اورس هم tak tez akar mondu. محققی نوشته میتیم میرید مونده ایشی مخلصان. قاعده حرکت در راه اثر اشتراکی حرکت مسئولیت اعتبارات طلب می‌نماید، اما عصبی بی‌اهمیتی، کم تجربگی و یا بی‌مسئولیتی باشد که وقتهای آخر از طرف رانندگان ویران گردن حرکت در راه خیلی زیاد به مشاهده می‌رسد. یکی از این قاعده ویران کنان را کارمندان BDA در اینجا دستگیر کردند. همین کارا شرط نیست لازم نبود. عبدالرحمن قاعده ویران کن سروسیمه به جای آنکه در مدت 3 دقیقه به عوض حجت رانندگیش اجازتنامه موقتی گرفته از پی کارش شود، طول 17 دقیقه است که با کارمند BDA 7 و 8 کردن نشسته است. نبین خیر مشاهد نتی داخلی یا من بینید شما دلیل نمی حافظ دلیل قابلو تاجیک فیلم نمیبینید؟ میبینم کنه آرمانو ندیدید؟ در کنه آرمانو شما اشتراک کردگی شما تنکر وقت سیزانی توی به شما کتی همکار در وقت من اینجا کار میکنم. عبدالرحمن تن نداده خیرگیش را دوام میداد، خود را رکلام میکرد، خود را اعلان میکرد، خود را معرفی میکرد، خود را شناس میکرد، اما من نمیشناسید شمایه؟ گروه رخشان نه شما تلویزیون نمیبین؟ نه از چی باشد که کارمند BDA حافظ نامدار را شناختن میخواست و نمیشناخت، یا میشناخت و شناختن نمیخواست؟ الو اومد راهنده پراو من ریشان میکنم او دیر کروسی من نمیفهمم کاکم مالا شاگردان حافظ نامدار برای کمک در حال در جای واقعه پیدا شدند. یه تا بخو چه باشه رامی؟ کمانده نه حجت بیا زیبا اومدی نه حجت بیا حجت بیا رفتی زیبا استودیو کنی حجت من میرم حجت بیا چیزی با اومدی؟ ما شما با یاردم اومدم من تو یاردم کنم تفکیس گریس من تو یاردم کنم بازید کمانده کجا؟ برا کیوه؟ شاگردم پریشان شدم دوباره شما کماندر طرفه شاگرده که شرمنده کند استاد را. اکنون عبدالرحمن به شرافت کمک شاگردش از حجت رانندگی موقتی هم محروم کرده شد. سال نو به مخلصان حافظ جوانی ما گروه رخشون شادی نو خواهد آورد، زیرا اکنون با حافظ پسندیدشان عبدالرحمن تست زرکاچه وا میخورند. این خیلی عجایب است. از غمگین عبدالرحمن مخلصانشان شاد. این خیلی عجایب است. سال روان ما حجت زیاده از 20 نفر حافظان و 10 نفر اختیاران رو رشد کردیم، چون که همش برای بهتری مردم است و قاعده حرکتی را برای همه یک است و رعایت کردن آن حتمی است و آینده عبدالرحمن پیاده میماند یا من چیزی گفته نمیتوانم، چون که او از خودش وابسته است. برای چراغی ثانوی دیر کار بودم کمتر قاعده ویران کردن موندیم. هیچ گپ نی از پگاه کمتر پیاده هم راه میریم در کوچه ها. همتون سالها تبریک میکنم. هیچ گاه قاعده حرکت راه رو ویران نکنید البته. همین پیاده میمونید.